اگر توی زبان انگلیسی بتونی به این سوال جواب بدی یعنی کارت درسته. سوال چی هست؟ من در یادگیری زبان انگلیسی اوج خواهم گرفت به زودی. آیا اینو میتونی به زبان انگلیسی بیان بکنی؟ اگر میتونی که احسن، باریکلا. اگر نمیتونی بهت پیشنهاد میکنم تا آخر ویدیو همراه هم شو، چرا که فقط در 10 دقیقه قادر خواهی بود که مثل این جمله سختی که اول بهت گفتم رو تا آخر به انگلیسی بیان بکنی و مشابهات این جمله رو. Hi everybody، من کامران کروجی هستم و کمتر از 15 دقیقه میخوام بهتون یه سری از کلمات فوق‌العاده رو که مرورشون رو در جاهای دیگه انجام دادم اینجا آموزشش رو خدمت شما بزرگواران انجام بدم. بریم سراغ کلمه اول. کلماتی که باهاتون کار می‌کنم کلمات رده بالا هست. مهم خود کلمات نیست، مهم قلقی هست که ما از طریق این که ما چجوری کلمه رو بخوایم به انگلیسی بیان بکنیم بهش دست پیدا می‌کنیم. کلمه سور به معنای اوج گرفتن هست. همون مثالی که اول کاری بهتون زدم. این دو تا عقاب دارن اوج میگیرن. با طلوع خورشید دو عقاب در آسمان اوج گرفتن. کلمه عقاب میشه ایگل. عقاب کجاست؟ ایگل؟ ایگلز، دو تا عقاب. همونجور که خورشید طلوع کرد یا خورشید بالا اومد. As the sun rose. کلمه بالا اومدن چی میشه بچه‌ها؟ کلمه بالا اومدن به معناش میشه rise. حالا اگر بخوایم بگیم گذشتهش چی میشه؟ میگیم rose میشه. As the sun rose. همان گونه که خورشید طلوع کرد، خورشید بالا اومد. Two eagles. دو تا عقاب soared. اوج گرفتن. Through the sky. در میان آسمان. ما تا به اینجا فهمیدیم که ایگل میشه عقاب، soar میشه اوج گرفتن، رایز میشه بالا اومدن و گذشته رایز میشه روز که مثل اون گل روز نوشته میشه. بریم اسلاید بعدی. بچه‌ها تریویال کلمه بعدی ما هست. تریویال به معنای یک کار پیش پا افتاده، یک کاری که اهمیت زیادی نداره انجام دادنش هست. مثلا این که تلویزیون تماشا کنی که هنر نکردی، یک کار پیش پا افتاده است. مهم اینه که کتاب بخونیم. Television is trivial, but learning to read is very crucial, is very important. Television is trivial. تلویزیون دیدن که تلویزیون خودش که پیش پا افتاده است، کار مهمی نیست. Learning to read، بیاموزی که بخوانی is very important، خیلی مهم هست. داخل پرانتز خیلی مهم very. دیدین این ویدیوهایی که میگن انقدر نگو very important، به جای very important بگو crucial. اوکی هست؟ خیلی خوب. بچه‌ها کلمه typical میشه مثلا دیدین میگن تیپیکال روزانت چیه؟ اون عادت روزانت چیه که مثلا همون کاری که انجام میدی، یک رفتاری که عادی هست، همینجا لطفاً توی تمرین بذارین، صدای من هست نوشته، این رو توی کامنت ها برای من بذارید. گریه کردن یک رفتار عادی هست برای کودکان. حالا کلمه عادی، رفتار عادی که اینجا میشه تیپیکال. گریه کردن میشه گریه. بقیه‌اش رو شما تو کامنت ها بذارین. اوکی، بس اینو بذارین که با اون تمرین انجام بدین. آخر ویدیو هم حتما قرار بدین. اما بچه‌ها تیپیکال گفتم میشه عادی، رفتار معمولی. سگا که واق میکنن بهش میگن بارکینگ. سگا پاس میکنن. حالا ما گفتم که تغییر بده. is a typical behavior. یک رفتار معمول هست، یک رفتار عادی هست for dogs، برای سگ‌ها. بریم رو خط بعدی. utterly میشه به طور کامل. به طور کامل. من توقعی که از شما دارم، من اینها رو بهتون آموزش میدم اینجا، شما زحمت میکشین، جزءاش هم دارین خودتون تو دفتر خودتون یادداشت برداری. میدونم که خیلیاتون تا الان کردین، خیلیاتون که نکردین انجام بدین. خیلی میگن جزء نداریم ما. کامنت بذارین که جزء میخواین که جزء براتون ارسال بشه.
2 مرورش تو پادکست های آهنگی هست. تو وبسایت من kamrankuruji.com برید اونجا دریافتش میکنید. اون مرورها هستش که بچه‌ها معجزه میکنه. When the sun was blocked by the moon, it was utterly dark outside. When وقتی که the sun خورشید was blocked بلوکه شد جلوش گرفته شد by the moon به وسیله ماه it was dark outside بیرون تاریک بود it was utterly dark outside به طور کامل تاریکی بود. بریم یکی بعدی ما بچه ها ویپ هست. ویپ یک جورای معنای حق کردن. بچه ها دیدیم از وقت گریه میکنن یک نوع گریه خاصی رو بهش میگیم ویپ که از cry به عنوان سینونیمش میتونیم اینجا ذکر میکنیم. My sister told me the dramatic movie would make me weep. My sister told me. خواهرم گفت مرا. خواهرم به من گفت. The dramatic movie اون فیلم دراماتیک اون فیلم احساساتی would make me weep. یه کاری میکنه که تو حق بکنی. یه کاری میکنه که باعث گریه تو میشه. چه کاری اون فیلم رو بس ببینی؟ درسته؟ والا منم تعجب کردم. بله منم تعجب کردم. بدونی که بعد کلمه بعدی از آقای همساده. ایشون آقای همساده هستش یا همسایه؟ همساده. همساده. بنده عزیزم ببخشید فرزند لطفاً. بچه‌ها لغت awhile به یک ادورب هستش به معنای یک کمی برای مدتی ترجمه میشه. Wait here a while. یکم اینجا وایسا. Wait here a while. یکم اینجا وایسا. And I'll bring some tea. و من کمی برات چای خواهم آورد. درست میگم؟ اوکیه؟ سخته؟ نه سخت نیست. استاد من اینها رو همه رو یادم میره چی کار بکنم؟ نکته طلایی. این نکته رو باید قاب بکنیم بچسبونیم بچه‌هایی که دارین زبان میخونید نکته طلایی رو گوش بدین با دقت. اگر زبان میخونید و مرور ندارید اون زبان خوندن نیست، اون سرگرمی هستش. کل آنچه که شما از یادگیری زبان عایدتون میشه در مرورها هست. ویدیوی من راجع به قانون 70-30 رو حتما تو یوتیوب ببینید. Wait here a while. یکم اینجا وایسا and I'll bring some tea. و کمی برای چای میآورم. تمرین شماره 2 توی کامنت ها برای من بنویسید. کمی اینجا صبر کن. مثال بعدی. بچه‌ها سایبر اسپیس اون فضای مجازی هستش نه با ما سوشال مدیا میشه رسانه‌های اجتماعی. اوکی اون سوشال میشه اجتماعی. اینجا سایبر اسپیس دقیقاً معنی همون رسانه‌ها رو میده. I didn't receive your email. It probably got lost in cyberspace. I didn't receive your email. من بچه‌ها کلمه receive به معنای دریافت کردن هست. I didn't receive من دریافت نکردم. Your email ایمیل تو را. It probably got lost. It on probably احتمالاً got lost گم شده است in cyberspace در فضای مجازی. نکته وقتی یه چیزی گم میشه احتمال بدیم که گم بشه از got lost استفاده میکنیم. It probably got lost in your house. ساده هستش دیگه نه؟ بریم که بعد. خب فکر میکنم همه این کلمه رو بلد باشن. edit بچه ها به معنای ویرایش کردن هستش. She asked her brother to edit her paper before she submitted it to her teacher. She asked او تقاضا کرد. She asked او تقاضا کرد her brother برادرش رو. اون از برادرش تقاضا کرد to edit her paper که برگشت رو ادیت بکنه، برگشت رو ویرایش بکنه. بیفور قبل از اون که شی اون خانوم submitted it اون برگر رو تسلیم بکنه به اون برگر رو تقدیم بکنه به اون برگر رو بده به to her teacher به معلمش. به همین سادگی به همین خوشمزگی تا الان چند تا کلمه یاد گرفتیم؟ فکر میکنم هلوش
8 تا کلمه فوق‌العاده رو ما یاد گرفتیم. الله اکبر، چی کار داری با من میکنی؟ کلمه نهمی ما بچه‌ها ایسی هست. این کلمه آسون‌تر هستش نسبت به کلمات قبلی. ادیت و ایسی آسون بودن. ایسی به معنی مقاله هست. انشا هم بعضی جاها بهش میگن. She had to write a 2-page essay for her English class. She had to write. او مجبور بود to write که بنویسد a 2-page essay. یک مقاله 2 صفحه‌ای for her English class برای کلاس انگلیسی. یعنی تا اینجا اوکی دیگه. پس ایسی هم شدش چی؟ شدش مقاله. بریم یکی بعدی. کلمه دهمی و کلمه آخری که توی این ویدیو با هم یاد خواهیم گرفت evaluate هست. تکرار بکن بعد از من. evaluate به معنای ارزیابی کردن هست بچه‌ها. evaluate ارزیابی کردن. Joe and Ken evaluated the plan and agreed that it would work. Joe and Ken اسم 2 نفر هستن. Joe and Ken مثل حسن و حسین مثلا. evaluated ارزیابی کردند. The plan نقشه رو and agreed و موافقت کردند که چی؟ That on کدوم نقشه the plan that it would work on کار خواهد کرد، کارا خواهد بود، کارایی خواهد داشت. خب ازتون ممنونم که همراه من شدید. حتما این ویدیو رو لایک بکنید، حتما تو کانال من سابسکرایب رو اگر نزدین بزنین تا از بقیه هم آگاه بشین. شما رو به خداوند بزرگ و عظمت میسپارم.